این داخل کولر گازیه. همه ما از این کولر گازی استفاده کردیم ولی داخلش رو تا حالا ندیده بودیم. اومدیم به شرکت گیرین که کارشون ارائه محصولات تهویه سرمایشی و گرمایشه. بریم ببینیم چه محصولات دیگه ای رو ارائه میدن. شرکت پلیمر گلپایگان تولید کننده لوله و اتصالات PVCU بدون سرب از سایز 20 الی 630 میلی متر به صورت چسبی و پوشفی. شرکت تهویه مطبوعه گیرین به تازگی وارد صنعت تولیدات هم شده. تو بحث تولید هم داریم وارد میشیم. انبارمون در هولوش 60,000 متر مربع شرکت صنعتی اشتهار داره احداث میشه. به طور کامل یه جورایی میشه گفتش که احداثش تمام شده و الان برند گیرین از لحاظ برندینگ تو بازار آنقدر جا افتاده که واقعا دیگه یه جورایی زبان زد عام و خاص هستش. هم لحاظ قیمت، هم لحاظ تنوع محصولات و هم لحاظ خدمات پس از فروش. از برهه‌ای که شروع به کار کرده از سال 95 به موازات اون خدماتش رو شروع کرده. اوایل با محصولات سرمایشی شروع به کار کرد که سبد محصولاتش رو از همون موقع کامل گرفت. از اسپلیت دیواری شروع شد تا محصولات CAC مون که میشه چیلر و VRF، یک سبد محصولاتی کامل. کولرهای گازی اینورتر در 4 مدل مختلف عرضه کردیم. سری اینورترهای سادهمون، اینورترهای دایموندمون. این دستگاه‌های اینورتر A2 پلاسمون هستش. مصرف برق فوق‌العاده کم داره و از لحاظ قیمت کاملا قابل رقابت داره. این محصول کولرهای سری بلکمون هستش از ظرفیت 12000 تا 24000. تفاوتش با دستگاه‌های پنل سفیدمون تو گازش هستش. این دستگاه‌ها گاز RC2 هستن و فوق‌العاده راندمان بالایی دارن. اینم کاملا مشابه دستگاه مشکی از 12000 داره تا 18000 با گاز RC2 و جزء لاکچری ترین محصولات ما محسوب میشه و واقعا استقبال خیلی خوب ازش شده. شرکت شعارش رو بر مبنای اولین و آخرین گذاشته، یعنی اولین محصولی که شما می‌خرید از ما قطعاً همون آخرین محصول شما میشه نسبت به کیفیتی که داره و نسبت به خدمات و پاسخگویی که خواهد داشت. و به نقطه‌ای الان رسیدیم که ما هول و هوش 400 نفر نماینده خدمات در کل ایران داریم و سراسری داریم کار میکنیم. قطعاتمون رو داریم به کل ایران، به کل نماینده هامون میدیم که بازه نصب ما و قطعات ما و تعمیرات ما در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسه. تقریبا از سال 1402 بود که سبد محصولات لوازم خونگیش هم کامل کرد با ورود لباسشویی و امسال هم به امید خدا تو بحث صوتی تصویری جلو رفت و محصولات صوتی تصویری رو وارد بازار کرد که با اسپیکر شروع کرد و در ادامه میخواد که حالا با تلویزیون محصولاتش رو کامل کنه، سبد لوازم خانگی ریز بتونه محصولاتش رو کامل کنه و یه هدفی رو داره جلو میبره گیرین که بتونه مثل خیلی از برندهای بزرگ دنیا هر خانواده ایرانی یک نوع محصول حداقل از گیرین در خونه‌شون داشته باشه. اسپیکرهای گیرین، ماشین لباسشویی‌ها و دستگاه تصفیه هوا رو ما تونستیم به معرض نمایش بذاریم. این اسپیکرامون هستش در مدل‌های مختلف عرضه شده و استقبال فوق‌العاده خیلی خوبی شده ازش. دستگاه‌های تصفیه هوا هستش در 4 مدل عرضه شده. مدل 200، مدل 350، مدل 550، مدل 700 که در متراژهای مختلف قابل استفاده هستش. از دیگر محصولات شرکت گیرین کولرهای گازی ایستاده‌اش هستش در ظرفیت‌های 36000، 48000 و 96000. ما یه مدل کولر گازی ایستادم آوردیم، بسیار کولر گازی زیبایی هستش. دستگاه 24000 اینورتر دکوراتیو. کولر گازی‌های پورتابل گیرین در ظرفیت 12000 عرضه میشه. فنکول سقفی به اصطلاح سقفی زمینی هستش که از ظرفیت 400 CFM داره تا ظرفیت 1000 CFM. سیستم داکت اسپلیت گیرین از ظرفیت 18000 تا 60000 قابل عرضه هستش. از ویژگی‌های این سیستم این هستش که شما میتونید این دستگاه رو به صورت تک در یک واحد مسکونی استفاده بکنید. داخل سقف کازه به واحد نصب میشه و از طریق کانال کشی قسمت‌های مختلف خونه رو ساپورت میکنه، چه تو بحث سرمایش چه تو بحث گرمایش. و این دستگاه هم فنکول کاستی 4 طرفه، قابل استفاده برای فضاهای اداری، فضاهایی که ارتفاع زیادی نداشته باشن، مثلا بیمارستان‌ها، مجتمع‌های تجاری که ارتفاعشون پایین‌تر باشه. استفاده خیلی خوب میشه ازش کرد و بسیار کار شیک و قشنگی در میاد. VRF نسل 7 برند گیرین هستش که عمده تفاوتی که با نسل 6 داره این دستگاه و این نسل تا ظرفیت 36 از معادل 350000 BTU میتونه به صورت تک دستگاه باشه.
اولین و آخرین این شعار شرکت گرین هستش. میتونید اطلاعات مربوط به این شرکت رو در سایتشون greenac.co مشاهده کنید. مرزیه عابدی، محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران.